салом шунавандаҳои гиромӣ. силсила гуфторҳои хониши бадиӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо рамани теғи пурасрори Ҳабибулло Ёров дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Сатторӣ. оғози гуфтори панҷум. امریکا که از ویتنام قوه‌هایش را پس از جنگ دورودراز ناموفقانه با دخالت بی‌واسطه اتحاد شوروی تحت فشار جامعه جهانی شرمنده‌وار بیرون کشیده بود، فرصت مناسبی برای بدنام کردن این رقیب ابرقدرتش حامی صلح دنیا راه می‌جست. چون این فرصت انقلاب افغانستان گردید. امریکا اکنون هم دشت یافته بود و هم اسب. بنابراین تازیانه سیاستش را به چپ و راست جولان میداد. امپریالیسم در سیمای امریکا چون حامی اهل اسلام و دولت‌های مسلمانی با استفاده از فرصت مناسب 24 ساعت در شبانه روز به واسطه تمام کانال‌های تلویزیونی و شبکه‌های رادیویی‌اش از خطر انقلاب سرخ و بدینگردانی مسلمانان افغانستان به دنیا جار می‌انداخت. بر علاوه خلطه دلارهای به این هدف سکه زده اش با همدستی دولت‌های دیگری منفعت جویی که از سیاست اتحاد شوروی ناراضی بودند به سر گروه‌های ضد انقلاب افغانستان تأسیس دادهشان می‌ریخت. این همه برایش کم بود. امپریالیسم حیله می‌جست که اتحاد شوروی قوه‌های نظامیش را به افغانستان وارد سازد. برای این با جاسوس مخفیش امین که در وظیفه صدر اعظم یعنی سروزیری افغانستان و معاون اول ترقی در حزب بود دستور میداد تا هر چی زودتر وارد نمودن سربازان شوروی را از کرمل به خاطر دفاع از دستاوردهای انقلاب ثور افغانستان طلب نماید. حتی با چنین درخواست امین به مسکو سفر هم کرده بود، ولی مسکو در جواب کابل همیشه یک گپ داشت: ما یاری بشردوستانه به مقدار زیاد داده می توانیم، حتی یراق و اسلحه هم، ولی به وارد شدن سربازان ما امید نبندید. ما در این خصوص به درخواست های قبلی رفیق ترکی هم چنین جواب داده بودیم. چون امین باوری حاصل نمود که اتحاد شوروی قوه‌هایش را به خاک افغانستان وارد کردنی نیست، نیرنگی دیگر به کار انداخت. گروه ستمیان کابل سفیر نوی امریکا را گروگان گرفته در عوضش آزاد نمودن یکی از رهبران حزبشان، شخصیت شناخته سیاسی و فرهنگی بهرالدین باعث را که در زندان بود طلب کردند. امین از این فرصت استفاده برده برای به قتل رساندن بهرالدین باعث سپارش می‌دهد و می‌دانست که کار با چی انجام می‌یابد. چون ستمیان از این حادثه آگاهی یافتند، سفیر را که در مهمانخانه کابل چون گروگان نگاه می‌داشتند به قتل رساندند. امین بعد اجرای این عمل از حادثه فوراً اول به واشنگتن خبر می‌دهد. سفیر کبیر فوق‌العاده و مختار ایالات متحده آمریکا ساعت 4 صبح در هتل کابل از دست جاسوسان شوروی به قتل رسیده است. در ضمن هر تدابیری که جانب ایالات متحده آمریکا بیاندیشد حکومت افغانستان مخالفت نمی کند، حتی تا حد داخل گردیدن نظامیان آمریکا به خاک افغانستان. بعد از آن فوراً با کرمل در علاقه شده از خوف دسنت هوایی آمریکا به افغانستان به سبب قتل سفیرش از جانب مخالفان حکومت انقلابی خبر می‌رساند. واقعاً آمریکا یک مقدار قوه‌های دسنتیش را آن شب و روزها در پاکستان در قسمت سرحدات افغانستان در حالت آماده باش جنگی نگاه می داشت که گویا این زمان یا لحظه دیگر می تواند وارد خاک افغانستان گردد. وضع سیاسی در سراسر دنیا در زمینه حادثه و واقعه‌های افغانستان نهایت متشنج گردیده. برخورد فاجعه بار دو ساختار
کاپیتالیسم و سوسیالیسم در سیمای دو ابرقدرت امریکا و اتحاد شوروی تا رفت به هم نزدیک می گردید. قتل و غارت در خاک افغانستان نیز به اوج اعلایش رسیده بود. بعدی به قتل رسانیدن کاتب گنرالی حزب خلق دموکراتی افغانستان و رئیس شورای انقلابی افغانستان نور محمد ترکی با دسیسه و دستی رفیق هم حزب و معاون اولش در حزب و صدر اعظم افغانستان حفیظ امین سوی قصد و جان سیاستمداران ورزیده اوج گرفته بود. از این رو اعضایان بیوروی سیاسی و دیگر فعالان حزب ببرک کرمل، محمود بریالای، نور احمد نور، سلطان علی کیشتمند، دستگیری پنشیری، صالح محمد زیرای، اسلمی وطنجار، یاسین صادقی مزدک، نجم‌الدین کاویانی، اناهیتا راتبزاد و چندی دیگران که از گروه پرچمی حزب بودند در خارج از وطن یا در داخل در حالت پنهانکاری می گشتند. میدان سیاست در افغانستان مخصوصاً در حزب برای امین گماشته امریکا به رقیبی ارزنده سیاسی مانده بود. امین در هر دو حالت هم برد میکرد. اگر اتحاد شوروی درآید، حزب خلق دموکراتی افغانستان سوپ سرخ کمونیست است. امریکا درآید، همچون تعلیم گرفته مکتب جاسوسی خودش امین را چون آدم خودی در وظیفه اش نگاه خواهد داشت، زیرا امریکا میفهمد هدف اصلیش را که در منطقه آسیای مرکزی بخصوص در سرحدات اتحاد شوروی پایگاهی معتمد باید داشته باشد و این نیتش را محض به واسطه امین عملی کرده میتواند. مجاهدین و مخالفین که عین زمان با کمک و دستگیری اساساً امریکا قدرتمند هستند، دیگر از جانب امریکا دستگیری نیافته اگر از رکاب نفرایند هم روی زین کاواک خواهند شد. صیاد بسیار حادثه و واقعه های طی سالهای زیادی دو سفر خدمتی به این سرزمین داشته اش را که خود شاهدی حال است، اکنون در تنهایی فرصت و امکانی تحلیل و خلاصه براری یافته بود. چرا بزرگ دولت ها به تقدیر خلق ها و ملت ها و دولت های از خودشان خردتر و مستمند بازی می کنند؟ دولت های به ما دوست خلقی برادر گفته این همه بازی هایشان را که به خونریزی انجام نمی دهند مگر نشانه دوستی و شفقت است؟ می اندیشید صیاد. وی گفته سیاستمدار امریکا بزژینسکی را به خاطر آورد. دولت ها دوستی دائمی ندارند، آنها منفیتی دائمی دارند. آره، در حادثه و واقعه های افغانستان هم اتحاد شوروی و هم امریکا پیش از همه منفیت خود را در نظر دارند. مثلا بر اثر انقلاب اسلامی از دست دادن ایران هم چون پایگاهی با اعتماد دست امریکا را در سیاست بزرگ در این منطقه کوتاه کرده بود. مناسبت و موقع اتحاد شوروی با ایران هرچند در مقایسه با امریکا به بود. شکست رژیم شاه در ایران خوفی به وجود آوردن فوندامنتالیسم اسلامی را داشت که دستگیری یافتن غایه پن اسلامیزم در آینده در جمهوری‌های آسیای میانه از احتمال دور نبود. افغانستان انقلابی باشد می توانست مانعی جدی پیش این راه گردد. انا برای چی هم اتحاد شوروی و هم امریکا افغانستان را به دست گرفتن می‌خواهند، ولی عذاب را کی می‌کشد؟ خلق افغان، شهروندان دولت‌های به این بازی‌های سیاسی کشیده شده. در مجموع بنی بشر رشته خیالات صیاد را صدای زنگ بلندی اپرات تلفن که روی جیوان آینه برقد می ایستاد کنده کرد. 1 2 3 7 8 دیگر حساب نکرد صیاد. این به من دخل ندارد، کسی می سنجد گفته از دل گذران. زنگ من در حالتهای فوق‌العاده اول 1 بار دوم 3 بار سوم 1 زنگ است و دفعه 4
باید در زنگ دوم گوشتی را بردارم. در مورد ویران شدن ترتیب معین شده آنجا رفیقان و تشویش می افتند. وی به زنگ‌های دور و دراز من بعد نیز اهمیت نمیداد. صیاد پس از پرواز قریب 3 ساعته هواپیمای وزنین بار نظامی که در بلندی زیاده از 10,000 متر پرواز میکرد خیلی خسته شده بود. بنابراین بعدی سلاحش را به ایوانوف دادن و خیر خوش کردن، در را از داخل محکم کرده خود را بالای رخت خوابی تازه و آزاده به پوش پرتافته خوابیدن خواست. ولی خواب به قول بلبی مله‌اش نامد. هوش و یادش بندی اصلی گپ چی باشد بود. 1001 گیره را نول زد، ولی دعوت ناگهانیش معما ماند. معما باز آن بود که چرا در سفارت نیو به مهمانخانه بردن؟ سفارت هم مهمانخانه خوب دارد کو؟ نه، اینجا چی گپی هست؟ معلوم که نخواستن در سفارت کسی صیاد را بیند، به خصوص از قسم مخصوص. پس میدانند که صیاد ترجمانی عادی نیست. این بازی به چی انجام میافته باشد؟ باز زنگی تلفن نبرداشت. پس از لحظه صدای تق تق در شنیده شد. از جای چابک خسته قلف را گشاد و زنجیره در قبر را برای احتیاط رها کرد. در را آهسته باز نمود. از راغی در سیمای جوانی زیبای تقریباً 28-30 ساله در لباسی معمولی افغانی پیراهن تنباد نمودار گشت که روی لالی کلانی 4 کنجه دراز روی برنجی در دست داشتش، طعام و نان خوریش و یک خطی سیگار با گوگیرد راست می ایستاد. پیش خدمت مهمانخانه از دل گذران صیاد و زنجیره در را رها کرد که دری حجره وسیع باز گردید. انجینر صاحب، نان چاشتی شما؟ خیلی با احترام گفت پیش خدمت و خواست داخل شود، ولی صیاد پای دم در گذاشته مانعی در آمدن او گردید و لعلی را از دستش گرفت. صیاد نان و طعام را روی میز طعام خوری حجره کاری گذاشته لعلی را با قوطی سیگار و گوگرد پس از سنجش داخلی قوطی گوگرد و باوری حاصل نمودن که قوطی سیگار هم کشاده نیست پس گردانیده. ما تماکو نمیکشیم گویان اظهار تشکر نمود. صیاد حس کرد که پیش خدمت به هر یک عملی او با دقت می نگرد و گاه چشمی میزبان را خطا کرده 4 برج خانه را با نظر کنجکاوانه می پلماسد. وی به دست و بازوان قوی زیر ناخنهای تازه و قد و بستی پرره جوان که از پیش خدمت‌های افغانی دیده به ورزشگری خوب مانندی داشت سینچکارانه نگریسته دست به کیسه برد و غیر انتظار پیش خدمت سکولکا سمینیا گفت و راست به چشمان او نگریست. پیش خدمت که انتظار چونین معامله نبود کمی سراسیمه شده ترجمان صاحب ما با لفظ روسی بلد نیستم گفت. تو چی رقم فهمیدی که ما ترجمان هستم؟ با قطعیت پرسید صیاد این دفعه. خواه شورویستی بیادر زبان خواهیده گفت پیش خدمت. قبلا کو انجیر صاحب گفتی بیادر گل شوروی یا انجیر صاحب است یا ترجمان صاحب دیگه کی خواهد بود؟ پیسش چند است؟ بودو باشه طعام شما قبلا حسابی شده صاحب. کی حسابی کرد؟ من از کجا بفهمم صاحب؟ یک غریب نوکروال هستم. ایره از مامور صاحبی هتل پرسان کنین دیگه. در این منزل باز دیگه نفر شوروی هم هست؟ نه خیر ترجمان صاحب. تشکر بیادر قند. قابل تشکر نیست گویان پیش خدمت از این گفتگوی غیری چشم داشت و ناگهانی که خود را هر چی زودتر کنار گرفتن میخواست سراسیمه تعظیم کرد و رفت. صیاد با تمسخر زیر لب تو هم یا ایوان هستی یا خدمتگار یگان ایوان دیگر گویان با بهانه گسل پیش خدمت از در بیرون برآمد. وی دانستن میخواست که آیا در حقیقت او را پاسبانی میکرده باشند. در راه رو
5-6 قدم دورتر همان سربازی автоматدار روس را دید که تنبلانه پا می برداشت و آهسته آهسته قدم می زد. آبروی ما در فلک و این شرفی بزرگ بهوده نیست، خود به خود گفت و پاسبان را قصداً صدا کرد. ایوان پچه فانتی بودیش؟ شتو؟ سیاد حس کرد که سرباز مقصدش را نفهمید، بنابراین ساده کرده گفت обед будешь؟ нет, не положено. با قطعیت جواب داد سرباز. тогда бай бай. گویان سیاد به حجره در آمده در را از داخل بست و خود به خود گفت که عسکری از حیات متراس ها بخبر چه فنید را چی می داند آخر. به اینها جرأت گفتن در کار. در روز 10 استراحت با فراغت پس از طعام نصفی روزی زنگ شرطی صدا داد. صیاد گوشی تلفن را برداشت و گفتگوی کوتاه صورت گرفت. سلام. به زنگ‌های تلفنی چرا جواب نمیدهی؟ به من دخل نداشتن. در پایان ماشین انتظار. رقم تو را میشناسند. علاقه کنده شد. صیاد بارخلطه سفریش را که همیشه پهلوی کت خواب می ایستاد سراسیمه سر کتف گرفت و از حجره بیرون شد. در راهروی بین حجره های مهمانخانه الکی ایوان پاسبان هم نمی نمود. برابری از در مرکزی مهمانخانه به حولی برآمدند. موتور نیوه سفید شوروی با رقم افغانی که چند قدم دورتر می ایستاد به کار درآمد. صیاد راننده نیوه را با وجود آن که در تن لباس علابلای افسری به پگان داشت و بیرتی تا بالای چشمان خم خوردهش قاشهای قلمی زیبایش را پناه کرده بود زود شناخت پیش خدمت مهمانخانه را. تشکر، بسیار طعام‌های مزه‌دار می آوردی جوره. و جای سلام با زبان تاجیکی تازه کنایه کرد صیاد. راننده هم چون دانست که مهمان صرف نظر از تغییر شکل و لباس کردنش او را به آسانی شناخته است، ناعلاج و سرد زنده باشی بیادر. هرچی که بود دیگه باز هم با لهجه دری کابولی جواب داد راننده. ایتا و می دیاد گویان انگوش به زیر بینی خود برده اشاره به مویلبهای سنئی راننده پیش خدمت اشاره نمود. спасибо, иногда так требуется. گویان برای واخوری دست دراز کرده ناعلاج خود را معرفی نمود یوسف بکینیت. صیاد فهمید که جوانی چون پیش خدمت مهمانخانه طی 10 روز برایش خدمت رسانیده افسری خدمات مخفی شوروی و ملتش آذری بوده است. آها، همشهری اشات هستم گوی. اشات چطوری میشناسی دیگه؟ هنوز هم از لهجه کابولی دری استفاده میکرد پیش خدمت. پیش از این در یک قرارداد کار میکردیم. باز هم قصداً با زبان تازه تاجیکی جواب داد صیاد. شنونده های عزیز، شما романи تیغ پراسروری حبیبالله یورف رو در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری شنیدید. محرر سعیدزاده آبیجان، کارگردان انوشه خوجامова. این گفتار سال 2024 ثبت شده است. انجام گفتاری 5